أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک جوانی آمد، آبی چشم داشت، گریه میکرد. گفتم چی شکایت داری؟ شکایتم گفت این است که داملای عزیز گفت من یک ماه شد که زندار هستم. یک ماه شد. وقتی همین زن به خانه آوردم، شب با او خانه‌داری کردیم. دختر سلامت نبود، دختر بیوه بود. لیکن من این سیر پوشانیدم. حتی پدرم نمیداند، مادرم نمیداند، پدر و مادر این دخترم نمیداند. من این سیر پوشانیدم. لیکن حیاتم حیات شکاکی است، اونقدر حیات خوبی لذت دار نیست. برای با لذت شدنش از شما میخوام یک فتوا گیرم. چی فتوا است؟ فتوا همین است که آیا با این گونه زن اسلام رخصت میدهد که زندگی کنم یا نکنم؟ برادرای عزیز، ما با همین عمری نه آنقدر زیاده که دارم، گویم 40 ساله هستیم. با همین عمر کوتاه خود والله که قریب 100 عائله را من برقرار کردگی هستم. 100 عائله را نگذاشتم که اونها دستی به طلاق زنند، نگذاشتم که کودکای اونها سرسان و سرگردان شوند. من برای این برادر پیشنهاد کردم که اگر تو عیب این دختر اگر ستر کنی، الله عیب تو را ستر میکند. الله در دنیا و در آخرت عیب تو را ستر میکند. این حدیث پیغمبر خداست. همین زن تو را احترام میکند یا نمیکند؟ احترام میکند. پدر و مادر تا احترام میکند، بسیار احترام میکند، بسیار اخلاقی خوب دارد. لیکن با این عمل زیش چنگ زده است. و بعداً خودش بیچاره گفت داملای عزیز گفت همین دختر گفت دختریش گویم زمان از دست داد که زنگ آخران بود. زنگ آخرانه که در مکتبها قید می شود. همان روزی زنگ آخران اینها یک جایه شدن با همراه همسنفاشان، عرق نوشیدن و دیگر کارها در بچه ها دست دادن. و هر کدام دختری که ریافت در اونجا چیکار کرد؟ دستی به زنا زد و اون دخترها همه گویم بکارتشان از دست دادن، سیبه شدن، بیوه شدن. این زنم از طایفه همونها بود. آیا در زنگ آخران یگان فرمانی هست که شما دخترهاتان لباس های مردانه پوشیده و سر لیج روان کنید به مکتب؟ هست همین خیل فرمان. من زنگ آخران چه خیل فهمیدم؟ زنگ آخران این خیل فهمیدم که باید خواهرای ما، دادرای ما، همان معلمه هایی که 10 سال اونها را تعلیم داده بودند، پیش اونها رفته دعای خیر میگرفتند، میگفتن هزارها رحمت برای شما که 10 سال ما از علم شما برخوردار شدیم. ما انمین مسجد ما امروز 6 معلم معاش میتاد. 6 معلمه. باز در آینده نیت دارم باز 4 معلم دیگر را ضم کنم بالاش. به خاطر چی؟ به خاطری که اونها فرزندای ما و شما را تعلیم میدهند. انا این دستگیری است. این دستگیری نیست که وقتی ما و شما در زنگ آخران 100 سومی جمع میکنیم و رفته یک ویچر میکنیم، در این ویچر حیات خودمان را برباد میتیم. بسیار خوب میشد اگر همون دخترها و بچه‌هایی که اگر سخن مرا میشنوند این 100 سومی را جمع میکردن، در دست همون معلم ها میدادن، میگفتن رحمت کلام برای تعلیمتان، برای نارساییتان، یا همون 100 سومی را جمع میکردن، همون صنف های ویرانه را تعمیر میکردن برای باز نسلی که از پس اونها میخوان. انا این بهترین راهش بود. این بود بهترین راه. برادرای عزیز احتیاط کنید. اگرچند ما زندگی او برادر را برقرار کردیم، لیکن در دل اون برادر یک قدرت وجود دارد. زنها باید از این حضرت رابعه باید درس گیرن، باید خدا ترس باشند. از فریب عصر نو هوشیار باش، راه فتادی راه رو هوشیار باش.
حضرت محمد اقبال لاهوری میگه این عصری که شما زندگی دارین ای جوان دخترها و ای جوان پسرها بسیار هوشیار باشین که این عصر شما را فریب میدهد. این عصر بسیار یک عصر فساد است، بسیار یک عصر هست که شما را بسیار تا بیدین میکند، بسیار شما را از راه راست و راه بد میبرد. از این عصر نو شما چیکار کنین؟ احتیاط کنین. من همه قامت بدن به خم میکرده و دستی ترم میکرد و این روز مرا در بستر مرگ دیدی برای مرگ من گریه نکرد. چرا؟ زیرا روز مرگ بالای تن میاد. میگه درد مادر زیادتر میشود، شب نالیش میکنه. فرزند به سیاست میگه نمیشه مادر آواز پس گیری تو نالیش کردیسی من را خواب نمیبره، کلیم خواب نمیبره. کمپیر میگه مایل است یک چند لحظه بعد صدای مادر خاموش، فرزند به راحت خواب میره. سحر میخیزه که مادر از دنیا گذشت. یه در سر منزل قبرستان از سر منزل میره، اولش هم مکتوبش میده که نیم شب مادر مکتوب نوشت پیش از مرگش: بچه جان تا این روزه من هر دعا و هر خواهشی که از خدا کردم برای خودم نکردم، برای تو کردم. لیکن این شب دیدم که طاقت شنیدن آوازی من ندارم. امشب آخرین خواهشم از خدا همیشه برای خودم من میکنم، برای تو میکنم. خداوند جان مرا بگیره که تو آرام خواه روی و دیگه تو را ناراحت نکن. لا حول ولا قوة الا بالله. مادر به مرگ خود راضی است، اما به ناراحت شدن فرزند راضی نیست. در نماز یک دعای عجیب میکنه: اللهم اغفر لی و لوالدی. خدا اول خود ببخش، بعد از آن پدر و مادر ما ببخش. چرا اول خود ببخش؟ چرا اول پدر نه؟ چرا اول مادر نه؟ خدایا مرا ببخش تا دعایی که در حق پدر و مادر میکنم قبول شود. اگر تو مرا نبخشی دعام قبول نمیشه. به همین خاطر اول باید در نفس خودمان دعا بکنیم، بعد از در حق پدر و مادر دعا بکنیم. جنت یک منظره هست، همه آرزو داره که جنت بروند. انبیا، اولیا همه میخواهند که جنت بروند. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت وقتی از خدا جنت میخواهید میانه جنت ها بخواهید. جنت میگه خدای روز قیامت میگه خدایا تو اینقدر مرا منظره زیبا کردی که همه هوس مرا میخوره، اما مرا این به قدر کردی که زیر قدم مادر کردی. دوزخ میگه خدایا تو مرا خلق کردی که من انسان گناهکارم نیست و نابود کنم، اما یک بار پدر یا مادر در حق فرزند دعا میکنه تو او از دوزخ خلاصش میکنی. علما میفرمایند سه چیز نگاه کردن عبادت است: یکی قرآن، یکی بیت الله، یکی چهره پدر و مادر تماشا کردن. علما میفرمایند اگر بخواید دعاتون قبول شود در چهره پدر نگاه بکنید، در چهره مادر نگاه بکنید، دعا بکنید، الله دعای شما را رد نمیکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اگر کسی پدر و مادرش در دنیا زنده باشن، حیات باشن، دو دروازه جنت الکی در اختیارشون هست. اگر یک تاشون باشه یک دروازه جنت در اختیارشون هست. رسول الله گفت که وای بر حال همون کسی که پدر و مادر را دریا کنه و جنت نرود. وای بر حال همون خیلی انسان. قرآن عظیم شان عجیب نصیحت میکنه. میدونه که وقتی که پدر جوان هست سیاست داره، اما عمر پدر یا عمر مادر کم بالا رفت، الکی سیاست بالعکس میشه و سیاست در فرزند میشه. قرآن عظیم شان نصیحت میکنه که ای مسلمان، زمانی شو پدری تو یا مادری تو کلانسال شو و محتاج به تو شو، قطعید که صحبت کردن در جواب اما اوف نگو. اوف ای پسترین سخنه. وقتی خدا میگه اوف نگو، دیگه از اوف هر چیزی که بالا باشه باید ما او را نکنیم و نگوییم و بگیم که خدا پدر و مادر ما را رحمت کرد، چگونه ما میدهک بودیم و تربیت کرد و کلام کرد. الله رب العزت میگه وقتی جناح در پیش پدر خطا پهلوان نگی، بازوهات شکسته بگی. چخیلی که اگر پرنده را نگاه کنه مهربانی میکنه، فرزندش زیر بغل میکنه، الله میگه ای جوانی پهلوان در پیش پدر خطا پهلوان نگی، بلکه پدر و مادر زیر قنات خود بگی. بعضی علما قنات ترجمه به پایانداز میکنن، میگه در پیش پدر و مادر مثل پایانداز باش، سرخم باش. الله رب العزت چه نعمت بزرگ برای ما و شما داده است. این پدر و مادر خیلی یک نعمت بزرگه. چهرهشون، نگاهشون برای ما عبادت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن همون لحظه ای که شما دیدن پدر و مادر از شما راضی است، بدانید که همون حالت خدا از شما راضی است. و اگر